سلام دوستان عزیز، به کانال تیوی 24 خوش آمدید. امروز قراره درباره یکی از معروفترین و محبوبترین بازیگران بالیوود صحبت کنیم. سردیوی، بازیگری که با زیبایی و استعدادش قلب همه رو تسخیر کرد. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. سردیوی توی خانواده تامیلی به دنیا آمد. از بچگی عاشق بازیگری بود و وقتی فقط 4 سالش بود وارد دنیای سینما شد. فکرشو بکنید، یه بچه 4 ساله توی فیلمای جنوب هند بازی میکرد و کم کم معروف شد. وقتی سردیوی به بالیوود اومد همه شیفته استعداد و زیبایی شدن. او با فیلم هیماتوالا به اوج شهرت رسید. از اون به بعد توی کلی فیلم موفق بازی کرد، مثل نگینا، مثل ایندیا و چاندنی. روابط عاشقانه سردیوی. اولین رابطه عاشقانه‌اش با میتون چاکرابورتی بود. اونا مدتی مخفیانه ازدواج کرده بودن ولی بعدش از هم جدا شدن. بعد از اون سردیوی با بانی کاپور، تهیه کننده معروف، وارد رابطه شد. این رابطه هم اولش مخفی بود چون بانی کاپور متأهل بود و بچه داشت. اما بعد از طلاق بانی از همسرش، سردیوی و بانی رسما ازدواج کردند و صاحب 2 دختر به نام‌های جانوی و خوشی شدند. سردیوی بعد از یه مدت وقفه توی کارش دوباره به سینما برگشت. توی فیلم انگلیش که توش نقش یه زن خونه‌دار رو بازی می‌کرد نشون داد که هنوزم میتونه دل همه رو به دست بیاره. این فیلم خیلی موفق بود و سردیوی رو دوباره به اوج برگردوند. متاسفانه سردیوی به طرز ناگهانی در سال 2018 درگذشت. خبر مرگش همه رو شوکه کرد و خیلی از طرفداراش رو توی غم و اندوه فرو برد. مراسم خاکسپاریش هم با حضور خیلی از بازیگران و طرفدارانش برگزار شد. سردیوی همیشه توی قلب طرفداراش باقی میمونه. از بازی‌های فوق‌العاده‌اش گرفته تا زیباییش همه باعث شدن که ماندگار بشه. فیلم‌هاش هم هنوز بهترین‌های بالیوود هستن و هیچ وقت فراموش نمیشن. مرسی که آخر ویدیو با ما بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. نظراتتون رو هم برامون بنویسید که خیلی خوشحال میشیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.